با درودی دیگر به بخش دوم گفتگو از سلسله گفتگوهای اخبار تاریخ رسیدیم. خسته نباشید جناب آقای دکتر. به بخش دوم این گفتگو رسیدیم. یکی از مسائلی که نهادگرایان بر اون تاکید میکنند تأثیر ساختار حقوقی بر اقتصاد هستش، به این معنی که هر چقدر ساختار حقوقی قوی تر باشد میتوان از امنیت جانی و مالی افراد در جامعه دفاع کرد و به تبعش مالکیت هم شفافتر خواهد شد. اما وضعیت ایران رو شما قبل و بعد از اسلام چگونه ارزیابی میکنید؟ خب این نکته بسیار مهمیه. همونجوری که گفتید نهادگراها معتقدند که هر چقدر که ساختارهای حقوقی محکمتر باشه ما میتونیم که اقتصاد شفافتری داشته باشیم، مالکیت در این اقتصاد در واقع بیشتر احترام داره و به تبعش اقتصاد رو به جلو میره. من یک مثالی رو خدمت شما میزنم. برای مثال ما یک کارگر داریم و یک کارفرما. در این در واقع معامله‌ای که اینها میخواهند انجام بدند، کارگر زور بازوش رو به کارفرما میفروشه و در قبال این کارفرما مقداری از مال خودش رو میفروشه به در واقع اون کارگر، واگذار میکنه. یعنی بسته های مالکیتی اینجا در واقع تغییر میکنه، منتقل میشه. خب اگر که ما یک ساختار حقوقی محکم داشته باشیم، این قرارداد درش تعریف میشه و قانون حمایت میکنه از این معامله، پس معامله انجام میشه. ولی اگر ساختار حقوقی محکم نباشه معامله‌ای هم انجام نمیشه و این باعث رکود اقتصادی میشه. در ایران باستان ما میتونیم بگیم که یک سری در واقع ساختار حقوقی مطرح شد که این ساختار حقوقی اقتصاد رو به سمت جلو میبره. برای مثال من خدمت شما عرض میکنم، در دوره هخامنشی ما الواح گلی رو داریم که این الواح گلی مشخص میکنه که کی چقدر حقوق میگیره، بر چه اساس حقوق میگیره. یک زن حقوق بارداری داره، توجه دارید؟ و این باعث میشه که در واقع هم کارفرما حقوق خودش رو بدونه و هم کارگر حقوق خودش رو بدونه. در دوره ساسانی ما میبینیم که این زمین ها چند بار ما در اخبار داریم که در روایات داریم که مساحت میشه، نوع به نوع مساحت میشه و اینجا هر دو طرف سود میبرن. یعنی هم دولت سود میبره به خاطر اینکه مشخص میشه که چقدر باید مالیات بگیره و هم رعیت سود میبره به خاطر اینکه بر اساس مساحت زمینش نه کمتر و نه بیشتر این در واقع مالیات پرداخت میکنه. در واقع یک سری ساختارهای حقوقی مالکیت رو تضمین میکنه. خب من چند روایت رو میخوام استفاده بکنم. شاید این روایت ها در اصل مخدوش باشه، اما یک اندیشه رو ما میتونیم ازش استنباط بکنیم. برای مثال خسرو انوشیروان میخواسته که کاخ خودش رو، ایوان کسری رو گسترش بده و تعدادی زمین رو اطراف کاخ خریداری میکنه. در روایتی هست که آقا یک پیرزن
مال خودش رو، باغ خودش رو به خسرو انوشیروان نمیفروشه و میگن که خب خسرو انوشیروان کاخ خودش رو کج میسازه و این به خاطر اینی که این در واقع نتونست اون پیرزن رو راضی بکنه. در روایت دیگه، اون روایت کفشگره که در واقع خسرو انوشیروان در یکی از جنگ‌های خودش مشکل مالی پیدا میکنه و این میگن که یک کفشگری هست که این کفشگر مال زیادی داره، میاد و از این درخواست پول میکنه. کفشگر بهش میگه که خب من اگر اجازه بدید من این پول رو پرداخت میکنم، اما پسر من در زمره دبیران قرار بگیره. خب خسرو انوشیروان این رو قبول نمیکنه اونجوری که در این روایت هست. یه نکته مهم داره، اینه که پادشاه اگر میخواست میتونست این مال رو به زور از این کفشگر بگیره، اما خسرو انوشیروان در واقع به دنبال وام اومده، یعنی از مصادره مال کفشگر با اینکه میتونه این کار رو انجام بده صرف نظر میکنه. یه روایت دیگه هست که در واقع میگن که خسرو انوشیروان به دنبال شکار بوده، به یک روستا میرسه، موقع نهار میشه و میخوان که در واقع طباخ اونجا غذا درست بکنه. میگه از روستا برید و آنچه نیاز داریم رو بخرید و تأکید میکنه، میگه که حتی نمک رو بخرید. میگن که چرا اینقدر تأکید میکنی؟ میگه که اگر تأکید من نباشه اینها میرن و در روستا غارت میکنن، امکان داره مال مردم رو به زور بگیرن. این در واقع یک اندیشه رو میرسونه و اون اینه که دولت نباید مال مردم رو غصب بکنه و این احترام به مالکیته. بحثی که هست اینه که مصادره اموال ثروتمندان در دوره ایران باستان خیلی کم صورت میگیره، نه اینکه نباشه، معمول نیست، به عنوان یک اصل معمول ما نمیبینیم این رو. برای مثال، بزرگترین مثالش سیاوشه. سیاوش وزیر قباده که در واقع توسط به جرم خیانت کشته میشه و اعدام میشه، ولی یه اتفاقی میفته و اون اینی که سیاوش 3 شهر ساخته بوده به اسم انارستان، سروستان و نارنجستان. اینها در ایالت فارس بوده و شاه این 3 شهر رو مصادره نمیکنه، بلکه به پسران سیاوش اینها رو انتقال میده، مالکیتش رو. و وقتی که ما در واقع مزدک رو میبینیم که به صورت انقلابی میخواست منابع ثروت رو در واقع پخش بکنه، در اختیار آحاد جامعه قرار بده، باز هم در واقع با مخالفت مواجه میشه و خسرو انوشیروان جلوی این حرکت رو میگیره. وقتی که اینجا عدالت خسرو انوشیروان که میگه در واقع شاه عادل، اینجا در واقع به معنای حمایت از مالکیت اشرافه، یعنی اشرافی هستن که در واقع مالکیت دارن، حالا یه نفر میخواد این مالکیت رو سلب بکنه. خسرو انوشیروان جلوی این کار رو میگیره، یعنی اینجا عدالت به معنای حمایت از مالکیته. همه اینها
باعث میشه که ما در اواخر دوره ساسانی در کل در واقع ایران دوره باستان شاهد به وجود اومدن یک طبقه هستیم و اون طبقه اشرافه. یعنی کسانی که مثلا شاید نزدیک 500 سال 600 سال 700 سال به یک منطقه تسلط داره. خب نتیجه این چیه؟ وقتی شما 700 سال به یک منطقه تسلط دارید، اون موقع در این منطقه شما کارهای در واقع زیربنایی انجام میدید، قنات میسازید، سیستم آبیاری اونجا رو در واقع بهش رسیدگی میکنید، راه میسازید، چون این رو مال خودتون میدونید. ما در ایران دوره اشکانی و ساسانی میبینیم که مثلا یکی خاندان قارن نزدیک 600-700 سال به مثلا منطقه شمال ایران یا منطقه ری تسلط دارن و این اشراف با وجود این که ساسانی ها در واقع در شعارهای خودشون میگفتن که ما میخوایم اشکانیان را براندازیم و در افسانه‌ای هست که حتی اردشیر زن باردار خودش رو میگه به قتل میرسونه، اما این نمود واقعیش نداره و ما در خاندانهایی که در دوره اشکانی صاحب قدرت و ملک بودن رو میتونیم ببینیم و این اشراف مثل ستونهای جامعه هستن. اما سوالی که اینجا مطرح میشه جناب آقای دکتر، چه بر سر قاعده مالکیت بعد از اسلام اومد؟ اتفاقی که میفته اینه که بعد از ساسانیان مالکیت به شدت مخدوش میشه. بعد از اسلام سیاست بنی امیه تا انتهای این دوره سیاست عربیه، یعنی سیاست غارت. یعنی وقتی شما روایت ها رو بررسی میکنید این رو میبینید که اعراب تنها و تنها این شأن رو برای مردم قائلن که غارتشون بکنن و اینجا شما دیگه هیچ گونه رعایت احترام به مالکیت رو نمیبینید و این قاعده میشه. برای مثال شما بعد از اسلام برخلاف اون چیزی که خدمتتون گفتم پیش از اسلام با یک پدیده مواجه میشید به اسم بیگاری. یعنی تا همین دوره در واقع قاجار حکومت حق داشت که به عنوان مالیات از مردم بیگاری بگیره و اون بحثی که حالا خدمتتون عرض کردم در مورد در واقع غارت ثروتمندان، ما میبینیم که بعد از اسلام به یک پدیده معمول تبدیل میشه. من حالا واقعا نمیشه همه روایت ها رو بررسی کرد، من فقط یه روایت رو از ظهیری سمرقندی در سلجوقنامه خدمتتون اشاره میکنم. میگن که سلطان محمد سلجوقی میگه سلطان بسیار خوبی بود ولی خیلی در واقع دوست داشت مال جمع بکنه و احمد ابن نظام الملک این رو میدونست و یکی از سادات رو که بسیار ثروتمند بود. من اینجا اضافه کنم که فرزند در واقع نظام الملک رو شما اینجا بله احمد ابن نظام الملک این در واقع میگه که این شخص بسیار پولداره
و اگر شما این رو به من بسپارید من 500 دینار به سلطان میدم. و سلطان این کار رو میکنه. اون سید پیش دستی میکنه، به محض اینکه میفهمه میاد پیش سلطان و میگه من 800 دینار به شما میدم، ولی شما آیا حاضرید سید اولاد پیغمبر رو به دست احمد بسپارید؟ و میگه من 800 دینار به شما میدم. و سلطان میگه خب چی از من میخواید؟ میگه که احمد ابن نظام الملک رو به من بده. و احمد ابن نظام الملک رو هلاک میکنه. این رو خدمت شما میخوام عرض بکنم که این به یک روال تبدیل میشه و از این موارد بعد از اسلام به وفور ما میتونیم ببینیم. یک بحث رو محمد حسن اعتمادالسلطنه مطرح میکنه که خرید و فروش اعاظمه. یعنی تا قبل از این که در واقع اروپایی ها بیاند و خورده بگیرند به شاهان قاجار، ما خرید و فروش اعاظم رو داریم. یعنی یه چیز معمول و روزانه حکومت ها هست. ما اصلا یکی از درآمدهایی که دولت داره خالصجاته. این خالصجات چیه؟ این خالصجات همین اموالیه که حکومت غصب میکنه و در واقع به عنوان خالصجات، یعنی مال شخصی سلطان، در واقع ادارش به یک نفر واگذار میشه. و اینی که ما اینقدر مال وقفی داریم در کشورمون، این به خاطر همین امن نبودن مالکیته. چون از نظر حقوقی شما سلطان نمیتونه مال وقفی رو مصادره بکنه، از نظر خب فقهی حقوقی. و بسیاری از کسانی که مال دارن، زمین دارن، ثروت دارن، این رو وقف میکردن تا سلطان این رو مصادره نکنه. خب شما ببینید که وقتی که وضعیت امنیت به این صورته، چه بر سر اقتصاد میاد؟ وقتی اینقدر ناامن کشور و شما مالت رو نمیتونی بفهمی که فردا این مال رو داری یا نداری، چه بر سر این اقتصاد میاد؟ ما عدم امنیت جانی نخبه های سیاسی را هم میبینیم. شما در واقع من خدمتتون گفتم در قبل از اسلام قتل های سیاسی نه اینکه نباشه، اندکه، اما بعد از اسلام ما تعداد بسیار زیادی قتل های سیاسی میبینیم. از قتل عام شدن برامکه تا حسنک وزیر تا کندوری و بسیاری از قتل‌های دیگه. یعنی ما در دوره مغول اگر بخوایم صحبت بکنیم، از میان انبوهی از وزرا فقط یک وزیر با مرگ طبیعی میمیره. یعنی بقیه وزرا با مرگ طبیعی نمیمیرن، سلطان اونها رو به قتل میرسونه. و اینجا حتی این با وجود این بوده که وزیر می اومده میگفته که آقا من الان وزارت رو قبول میکنم، ولی به این شرط و به این شرط و به این شرط قبول میکنم. اما باز میبینیم که در واقع رسیدن به قدرت سیاسی بسیار مخاطره آمیز میشه و این نخبه های سیاسی در واقع با یک ریسک بزرگ مواجه هستند. اینی که در فرهنگ ما بزرگان مثلا مثل سعدی بسیار
در واقع نصیحت میکنند که وارد بحث سیاسی نشید. اگر میخواید سر سالم در واقع سر سالم در واقع به گور ببرید، از سیاست فاصله بگیرید. اون داستانی که میگه که آنکه راه حساب باک است از محاسب چه باک است، و بعد آخر همون در اثر حسادت حاسدان گرفتار میشه و خیلی شانس میاره که به قتل نمیرسه توسط سلطان. این نتیجهش این میشه که در واقع نخبه‌های سیاسی کنج عزلت رو در واقع میگیرند و در واقع توی اون سیستم سیاسی ما دیگه افراد نخبه رو نمیبینیم. یعنی اگر در واقع بخوایم این نتیجه رو از صحبت‌های شما بگیریم، این هستش که بعد از ورود اعراب بر ایران و حاکم شدن رسومات بدوی اونها، ما عملاً با چیزی تحت عنوان عدم قانون که باعث ایجاد عدم امنیت در حوزه‌های مختلف و در واقع شاید بگیم در مهمترینش عدم امنیت جانی افراد رو ما اینجا شاهد خواهیم بود و مالی که خب باعث رو به زوال رفتن ایران خواهد شد. اما خب این قسمت رو ما قطعاً بعداً بهش بیشتر خواهیم پرداخت، اما میخوام که این مسئله رو بیام از یک قضیه دیگری بررسیش کنیم. خب ما میدونیم که بسیاری از مشکلات فرهنگی هستش که مانع بزرگی رو برای ما ایجاد میکنه. وبر هم روی اخلاق و توسعه میدونیم که خب خیلی تاکید داشت. من میخوام این سوال شما بپرسم که آیا این بی‌ثباتی ها که در مورد اون سخن گفتیم روی فرهنگ و خلق و خوی ایرانی چقدر تونسته تأثیر بگذاره و این در واقع تأثیرات چقدر تونسته به همون پرسش ابتدای ما به زوال حکومت ایران در واقع بیانجامه؟ به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. نگاه کنید، من خدمت شما مسائلی رو عرض کردم که همگی اینها منتج میشه به ناامنی، به ضعف اقتصادی. حالا شما تصور بکنید مثلا در دوره در واقع خانم پژوهشی که خانم آن لمپتون برای دانشگاه کمبریج انجام دادند، ما با انواع بیماری ها، انواع نابسامانی ها، فقر، فلاکت مواجه هست یک ایرانی و این دوره به نسبت دوره مغول یک دوره طلایی محسوب میشه. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش اعتزاله و اینکه ایرانی در واقع سعی میکنه در مقابل همه این نابسامانی ها کنج عزلت رو بگیره و این باعث نابسامانی های بسیار زیادی میشه. هرچند قبل از این در دوره های قبلی ما در شرق ایران به علت نزدیکی با هند و در واقع در غرب به علت اون عقاید گنوسی داشتیم، ولی عمومیت نداشت صوفیگری و عرفان و بیشتر میتونم بگم صوفی بازی. ولی بعد از در واقع این دوره های نابسامانی که به ضعف منتج میشه، همه این نابسامانی ها ایران رو گرفتار یک پدیده شوم میکنه و اون بحث صوفی بازیه. اما این به تعبیر شما در واقع صوفی بازی چه صدماتی رو به ایران وارد کرد؟ این صوفیگری
از دو جهت در واقع ایران رو متضرر کرد. یکی از اون جهتی که سید جواد طباطبایی به اون اشاره کرده در کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران، و اون اینه که در واقع صوفی ها به جای فلاسفه به عنوان موتور فکری جامعه مطرح میشن و خب ما میدونیم که در واقع نسبت صوفیگری با امر سیاست و امر تعقل و استدلال چیه، و این باعث رکود فکری در جامعه شد و به تعبیر سید جواد طباطبایی به زوال اندیشه منتج شد. و یه بحث دیگه این بود که صوفیگری نیروی کار جامعه رو از جامعه گرفت. یعنی این رو مقایسه بکنید با ایران باستان که کار کردن برای یک زرتشتی و آباد کردن یک پدیده ممدوحه که در اوستا مورد ستایش قرار گرفته، اما در واقع اینجا ارزش‌های اجتماعی عوض میشه و صوفیگری به عنوان یک ارزش، یک در واقع انسان محترم مطرح میشه و این در واقع میتونم بگم خیلی از نیروهای کار رو از جامعه گرفت. آقای دکتر، این مسائلی که در این گفتگو ما به اونها به صورت گسترده پرداختیم چه تأثیری رو در واقع روی خلقیات ایرانیان به جای گذاشت؟ برای پاسخ به این سوال خوبه ببینیم که دیگران نسبت به ما چه نگاهی داشتند، یعنی خلقیات ما رو چگونه ثبت و ضبط کردن. در یه مقایسه بین ایران باستان و ایران بعد از اسلام نگاه کنید، کسایی که قبل از اسلام در مورد خلقیات ایرانیان مطلب نوشتند یونانی ها و رومی ها هستند. با وجود اینکه اینها در واقع نگاه غرب محور دارند و ایرانی ها رو بربر میدونن، اما ایران و خلقیات مردم ایران در چشم اینها بزرگه. من یه چند تا مطلب حالا خدمتتون در واقع بخونم در واقع که جالبه. غالبا ایرانی ها رو مردمان حق شناس، میانه رو، وظیفه شناس، سخت کوش، دلیر، مهربان، دادگر، گشاده دست، اهل عیش و نوش و جشن، تجمل دوست، با عزت نفس و حتی خودبین. یعنی این عزت نفس به خودبینی هم بعضی وقتها منجر میشه. اما بعد از اسلام باید ببینیم که اینها ایرانی ها رو چگونه توصیف کردند. بعد از اسلام کسایی که حالا از ایران بازدید کردند ایران رو یک منطقه ناامن، نامعتمد، ایرانی ها رو نامعتمد، غارتگر، ریاکار، متعصب، اهل چشم و همچشمی، موهوم پرست، دارای صوفیان شیاد و ابله و دونستن. و این در واقع با مقایسه این دوتا ما میتونیم افول خلقیات رو در ایرانی ها ببینیم. به پایان این گفتگو رسیدیم. سپاس از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. همینطور سپاسگزارم از جناب آقای دکتر حسین شیرمحمدی، دکترای تاریخ و پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی. همونطور که میدونید برای حمایت بیشتر از فعالیت ما میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بذارید. تا درودی دیگر، بدرود.